خود معرفی کن. به نام یاد خدا، مژگان نظمی هستم، فارغ التحصیل صف 14 تعلیم تربیه ولایت کندوز و همچنان یکی از فوکال پوینت یا رضاکاران بخش آگاهی عامه در ولایت کندوز و ضمناً میخوام که در جمعی از برادران و خواهرانی که در بخش آگاهی عامه پروسه انتخابات در خدمت هموطن خود باشم. از کدام مکتب پانتون فارغ شدی و درجه تحصیلتان چی است؟ بله، ما از لیسه بی فاطمه زهرای ولایت کندوز فارغ شدیم و همچنان صنف 14 در تعلیم تربیه ولایت کندوز نیز به اتمام رساندیم. چرا در نهاد شورای تفاهم همبستگی و فرهنگی سمنگان میخوایی ایفای وظیفه کنی و همراه این نهاد همکاری کنی؟ بله، بسیار خوب، تشکر. به خاطر از اینکه من قبلا یک گفتم براتون که یکی از فوکال پوینت های رضاکاران ولایت کندوز در بخش آگاهی عامه بودم و ضمناً خواستم که در جمع امی برادران و خواهرای خود در خدمت مردم خود باشم. خب یعنی تجربه کاری هم داری در راستای انتخابات با کدام نهاد همکاری می‌کردی در گذشته؟ آگاهی عامه بود. خب آگاهی عامه. انتخابات چیست از نظر شما؟ چرا انتخابات صورت میگیره در کشورها؟ انتخابات یک پروسه ملی مردمی یا حقوقی سیاسی می باشد که تمام واجدین شرایط یک کشور می تواند که یعنی سن 18 سال خود را گرفته باشند می تواند که با پای خود به صندوق انتخابات برند و زعیم ملی کشور خود انتخاب کنند و انتخابات هم به منظور دایر می‌گردد. اگر اجازه شما باشه یک سوال اجتماعی کنم، هم فعلا وضعیت مصر چی گونه بررسی می‌کنی؟ هم فعلا وضعیت مصر در چه حالت قرار داره از نظر شما؟ می‌بینید که انتخابات هم صورت گرفت در اونجا ولی فعلا توسط نظامیان مصر نظام مصر از هم میپاشه و این وضعیت شما چی گونه می‌بینید؟ فعلا آمار ارقام نشان میده که تلفات مردم‌های عادی جامعه زیاد شده. بله. از طریق رسانه‌ها شاید خبر داشته درست است. بله. خب فعلا که از طریق رسانه‌ها ما مشاهده میکنیم اوضاع مصر یک اندازه اوضاع خود مصر یک اندازه فکر کنم یک به شکل پراگنده به نظر میرسه و نتیجهش دیگه باز نظر شما چیست؟ چی باید شود؟ خب نظر من اینمی است که مردم بازم در این حالت کوشش کنند برن بر پای خود ایستاد شوند و به طرف کوشش کنند همدست باشند، یعنی هیچ وقت مبارزات خود از دست ندن، شکست مخالفان دولت نخورند. موفق باشه. موفق باشه. شما همچنین.